السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و برادران عزیز، عین حال ما در پیش هیکل سامانی قرار داریم. بسیاریا تکلیف میکردن که بیاین. الحمدلله که این روز فرصت شد آمدیم به زیارت برادرها و دوستا و خویش اقربا. الله هر کدی ما و شما را نیابون باشه. شکرانه الله سبحانه و تعالی کنین و شکرانه تنجی و امانی وطنی عزیزی خدمت. الله نیابونتان باشه. به نهایت هر دفعه که میایم تاجیکستان بگیم تمام تغییرات همه طرفه ماشاءالله خوب، یعنی خرسن دوالنی باز بر میگردیم با کلبه ویرانه خدمون مسکو. انشالله که در خدمتیم در تاجیکستان خواندن میتونم، وقتم کمه، بسیار وقت میام برای کار باری خدم با میگردم میرم. با همون خاطر بسیاری زنگ میزنن که چرا در آمدی و نگفتی، وقت نشید. این ویدیو وقتی که میبرویه علاکه ما وجه در مسکویم. الله نیابانتان باشه. بسیار خوش اقربا خدم حتی دیدن نتونستم از سببی که کار دارم، میام کار برام میکنم، یگو یار رفیق نزدیکی که هستم او را میبینم و میرم. الله نیابانتان باشه. السلام علیکم.